خوبی؟ چطوری؟ ساعت چند؟ ساعت 7 صبح با یه سری از خادمای خیلی خاص و ویژه زائران عزیزمون قرار صحبت کنیم. پدر جان نگه داده رو قرار صحبت کنیم بیداره که کارشون خیلی ویژه است و شاید تو ظاهر مثلا بگیم آقا این کار شاید تو کشور خودمون هم اتفاق میفته، اما اینجا این اتفاق به خاطر که توی کشور غریب هستیم و قرار است خیلی از مراحل رو طی کنه خیلی ویژه است. میخوایم بریم کجا؟ بریم آشپزخانه. آشپزخونه. آره حالا بالاخره کدوم آشپزخونه میریم؟ دخیلا میریم. خوبیش اینه هر جا میخوایم بریم با سلام بر آقا رسول الله شروع میکنیم. صبح باشه شب باشه فرقی نمیکنه. چند تا آشپزخونه داره مدینه؟ یکی دخیل یکی هم زین، نه؟ زینه بله، 2 تا داره. هر دو اینو کنار همه؟ نه خیر، یکیش طرف احد یکی هم به طرف میقات. اینجا آشپزخونه دخیل هستش، جایی که شاید در روز 25,000 30,000 حال نمیدونم میپرسن و غذا پخته میشه برای زائرای عزیزمون. باید همه نکات و جوانبش در نظر گرفته بشه که خدای نکرده نکنه به عرض کنم که زائر آسیب برسه. سلام به از کاریز خوب چطوری؟ خوبی؟ حالتون چطوره؟ خوبی انشالله؟ چه خبر؟ بچه‌ها چند نفرن؟ چند نفر تیمتونه؟ ما با کادر داره 38 نفر. اینجا یه سری ضوابط بهداشتی هم برای اونایی که تو آشپزخونه کار میکنن نوشته شده. یک کارت معاینه پزشکی با تاریخ معتبر برای همه پرسنل، دارا بودن گواهینامه دوره‌های بهداشت، کوتاه نگاه داشتن موی سر و ناخن. پزشک ناظر داریم شما؟ هم مهندس داریم به اصطلاح از ایران اومده، همین خود اینجا مهندس ناظر بومی دارن، بعدم که پزشک داریم. آقا الان که دارم صحبت میکنم تقریبا ساعت چنده؟ ساعت یکی یا ساعت بگه 7:20 دقیقه 8 تقریبا. بله ادامه داره، برنزشون ادامه داره. بله. امروز غذا چیه؟ امروز زرشت پلو با مرغ. این آب چیه آقای جعفری؟ آب نمک هم نه این آب جوشه که الان برنزی که اونجا توجه می‌فرمایید برنز ریختن. برنج حدود تقریبا 10 دقیقه میجوشه تا زمان چی برداشتن برنج باشه. یعنی اینجا همه برنجا آبکش میشه، دم پختک نداری؟ بله. به قول خانوما. بله. بعد میاد روی این نوار نقاله که حکم آبکشه داره، بعد اون هیترها زده میشه میاد به این هیترهای برای دم کردن. ما هر روز سوپو داریم تو برنامه غذایی؟ بله هر شب داریم. الان دارن برای شب آماده میشن؟ بله این سوپ به اصطلاح قارچ و شیره برای شبه که دارن آماده میکنن. زائرانی داریم که فشار خون دارن، مریضن، یعنی که 5% از کل آمار هر هتل رو ما رژیمی میفرستیم. ما هر موقع اینجا خسته میشیم بریم اونجا حرم خستگیمون در میره. دوستان سلامتی خودشون یه صلوات محمدی بفرستن. چیکار انجام میدی؟ داریم رولت گوش میزنیم. رولت گوش چند تا حالا این آماده سازی کردی این رولتا؟ والا شمارهش رو بچه‌ها میدونن، ما فقط زدیم و گذاشتیم صدخونه دیگه. اینجا سالن توزیع اینا هم که هیتراست که هیترایی که مخصوص برای به اصطلاح غذای زائر در اینا زده میشه ارسال میشه به هتل‌ها. اینجا انبار خشک ماست، تقریبا 31 قلم از اقلام مورد مصرف ما از ایران میاد. ما بقیه اقلام از اینجا خریدار میشه، از جمله مواد پروتئینی مثل گوشت، مرغ، ماهی، بعد رب، روغن، یه همچین اقلامی از اینجا خریدار میشه. 31 اقلام هم که عرض کردم خدمتتون از ایران میاد. اینجا سردخونه زیر صفر، اینا سبزیجاتی که از ایران میاد مثل نخود فرنگی، مثل سبزی قرمه سبزی.